شهرستان‌های بندر لنگه، سیریک و جزیره قشم بامداد امروز رو با شنیدن صداهای انفجار آغاز کردند. حدود ساعت 30 دقیقه بامداد امروز ابتدا صدای چند انفجار در شهرستان سیریک به گوش رسید که این صداها ناشی از صدای در واقع پرتابه‌هایی بود که به سمت دکل مخابراتی در روستای تاروحیه سیریک به وقوع پیوست و همچنین پس از اون چند پرتابه به محدوده شهرستان قشم و همچنین چند پرتابه به محدوده شهرستان بندر لنگه اصابت پیدا کرد. دقایقی بعد سنتکام اعلام کرد و تایید کرد که به دستور رئیس جمهور آمریکا در واقع چند هدف در منطقه جنوب کشور در سواحل جنوبی ایران مورد هدف قرار گرفته شد و همچنین سنتکام اشاره کرد که ایران با پهپادی تهاجمی یک نفتکش با پرچم پاناما رو در تنگه هرمز مورد اصابت قرار داد. همچنین بامداد روز گذشته بود که پس از شلیک اخطار نیروی دریایی سپاه به سمت چند شناور متخلف در تنگه هرمز، ارتش متجاوز آمریکا به چند منطقه در شهرستان سیریک و بندر لنگه حمله و بار دیگه بند 1 و 5 تفاهمنامه اسلام آباد رو نقض کرد. بر اساس بند 1 تفاهمنامه اسلام آباد جنگ باید در تمام جبهه‌ها به پایان برسه و بر اساس بند 5 تفاهمنامه اسلام آباد هم مدیریت و کنترل کشتی‌ها و عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز بر عهده ایران هست. باید به این نکته هم اشاره بکنم که بامداد امروز ارتش متجاوز آمریکا به 5 منطقه از شهرستان سیریک و قشم حمله کرد، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 هدف از آمریکا رو در منطقه مورد اصابت قرار داد و روز گذشته هم ارتش آمریکا به 3 نقطه از سواحل جنوبی کشورمون در استان هرمزگان حمله کرد، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 نقطه پاسخ قاطع داد به دشمن آمریکایی در منطقه. در پایان هم باید به این نکته اشاره بکنم که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای گذشته اعلام کرده بود که تنها مسیر مجاز برای عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز همان مسیر اعلام شده از سوی ایران و نیروی دریایی سپاه هست و همچنان شناورها برای عبور از تنگه هرمز باید با نیروی دریایی سپاه و ایران هماهنگ کنند. بنابراین امن ترین منطقه در تنگه هرمز برای عبور شناورها همچنان جنوب جزیره هرمز به عنوان گذرگاه ورودی و جنوب جزیره لارک به عنوان گذرگاه خروجی هست. همکار گرامی ایرانیان، سپاس از توجه شما.